بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده مهربان. الحاقة، روز واقع شدنی رستاخیز. ما الحاقة، آن واقع شدنی چیست؟ وما ادراك ما الحاقة، و تو چه دانی آن واقع شدنی چیست و چگونه است؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة، قوم ثمود و قوم عاد قیامت در هم کوبنده را تکذیب کردند. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، و اما قوم ثمود به بانگ سهمگین هلاک شدند. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، و اما قوم عاد با تندبادی سرکش و سرد به هلاکت رسیدند. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. الله 7 شب و 8 روز پیاپی آن عذاب را بر آنها مسلط نمود. پس اگر آنجا بودی آن قوم را در اثر آن تندباد مانند تنه‌های پوسیده و توخالی درختان خرما بر زمین افتاده و هلاک شده می‌دیدی. فهل ترى لهم من باقیه، پس آیا از آنها کسی را می‌بینی که باقی مانده باشد؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، و فرعون و کسانی که پیش از او بودند و مردم شهرهای ویران شده قوم لوط مرتکب گناهان بزرگ شدند. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، پس آنها از فرمان فرستاده پروردگارشان سرپیچی کردند. آنگاه الله آنان را به عذاب سختی گرفتار کرد. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، هنگامی که آب طغیان کرد ما شما را در کشتی سوار کردیم. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، تا پندی برای شما قرار دهیم و گوشهای شنوا آن را بشنوند و به یاد بسپارند. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، پس آنگاه که یک بار در صور دمیده شود وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، و زمین و کوهها از جا کنده شده و یک باره در هم کوبیده و متلاشی شوند. فيومئذ وقعت الواقعة، در آن روز واقعه عظیم قیامت به وقوع می پیوندد. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، و آسمان شکافته می شود و در آن روز سست می گردد و فرو می ریزد. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، و فرشتگان بر کناره های آن قرار می گیرند و آن روز 8 فرشته عرش پروردگارت را بر سر خود
حمل می کنند. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. در آن روز شما همگی برای حسابرسی به پیشگاه الله عرضه می شوید و هیچ چیز از کارهای شما پنهان نخواهد ماند. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. اما کسی که نامه اعمالش را به دست راستش دهند میگوید بیایید نامه اعمال مرا بخوانید. إني ظننت أني ملاق حسابيه. من یقین داشتم که با حساب اعمال خود مواجه خواهم شد. فهو في عيشة راضية. پس او در یک زندگی پسندیده و رضایت بخش خواهد بود. في جنة عالية. در بهشتی برین. قطوفها دانیه. که میوه‌هایش برای چیدن در دسترس است. كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه. و به آنها گفته می شود به خاطر آنچه در ایام گذشته پیش فرستاده اید بخورید و بیاشامید، گوارایتان باد. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. و اما کسی که نامه اعمالش را به دست چپش دهند میگوید ای کاش هرگز نامه اعمالم را به من نمیدادند. ولم أدر ما حسابيه. و نمیدانستم حسابم چیست. یا لیتها كانت القاضیه. ای کاش با مرگ همه چیز تمام میشد و پایان کار بود. ما اغنا عنی مالیه. مال و داراییم مرا بینیاز نکرد و سودی نبخشید. هلك عنی سلطانیه. قدرت و فرمان رواییم نیز از دست من رفت و به کلی نابود شد. خذوه فغلوه. به فرشتگان گفته می شود او را بگیرید و در بند و زنجیر کنید. ثم الجحیم صلوه. سپس او را به آتش دوزخ بیفکنید. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. آنگاه وی را در زنجیری ببندید که طولش 70 ذراع است. انه كان لا يؤمن بالله العظیم. بیگمان او هرگز به الله بزرگ ایمان نمی آورد. ولا يحض على طعام المسكين. و هرگز مردم را بر اطعام بینوایان تشویق نمی کرد. فليس له اليوم هاهنا حمیم. پس امروز در اینجا دوست صمیمی و مهربانی ندارد که یاریش کند. ولا طعام الا من غسلین. و غذایی بجز چرک و خون ندارد. لا يأكله الا الخاطئون. غذایی که جز گناهکاران آن را نخورند. فلا اقسم بما تبصرون. پس سوگند به آنچه میبینید وما لا تبصرون. و به آنچه نمیبینید. انه لقول رسول کریم. بی تردید این قرآن سخن الله است که ابلاغش به پیامبر
بر عهده فرستاده‌ای بزرگوار است. وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. و اینها گفتار شاعری نیست، اما شما کمتر ایمان می‌آورید. ولا بقول کاهن قلیلا ما تذکرون. و نیز گفتار کاهنی نیست، اما شما کمتر پند میگیرید. تنزیل من رب العالمین. این قرآن از سوی پروردگار جهانیان نازل شده است. ولو تقول علينا بعض الاقاویل. اگر پیامبر سخنانی به دروغ بر ما میبست، لأخذنا منه بالیمین. مسلماً ما دست راست او را میگرفتیم. ثم لقطعنا منه الوتین. سپس شاهرگ قلبش را قطع میکردیم. فما منكم من احد عنه حاجزین. و هیچ یک از شما نمیتوانست مانع عذاب او گردد. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ. یقیناً این قرآن پند و تذکری برای پرهیزکاران است. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُكَذِّبِينَ. و ما یقیناً میدانیم که برخی از شما تکذیب کنندگان این کلام الهی هستید. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ. و همانا این قرآن بر کافران مایه حسرت و ندامت است. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ. و بیگمان این قرآن حقیقت راستین است. فسبح باسم ربك العظیم. پس ای پیامبر با ذکر نام پروردگار بزرگت او را تسبیح گوی.